همه چیز آرام است در شهری که نام آن معنی برتر هم می‌دهد. آمرلی شهری با جمعیتی حدود 20,000 نفر در استان صلاح الدین عراق، اما مقاومت و پایداری مردم این شهر به برتری آن افزوده است. اینجا آمرلی است، شهری که با مقاومت بی‌نظیر خود شهرت جهانی یافته. مغازه‌ها باز بودند، مغازه‌هایی که به دلیل 3 ماه محاصره درهای خود را بسته بودند. یا با از بازار الحمدلله وضعیت بازار خوب است. الحمدلله وضعیت خوب است و در سایه امنیت برکت هم فراوان است. در یکی از کوچه‌های شهر به خانمی برخورد کردیم. او با دیدن ما لب به سخن گشود و از مقاومت زنان در کنار مردان آمرلی. مقاومت خوبی کردیم، هم مردان هم زنان و هم بچه‌ها. تا اهل بیت را داریم هیچ آسیبی به ما نخواهد رسید. در کنار این قهرمانی‌ها خاطرات جنگ نیز در آمرلی باقی است، به ویژه خاطرات پدر اولین شهید شهر آمرلی. پسرم اولین شهید راه آزادی آمرلی است. او در راه جهاد به شهادت رسید، همچون سرورش امام حسین علیه السلام. به حرکت خود ادامه داده و در عبور از خیابان‌ها به مقر جمعی از داوطلبان عراقی در آمرلی رسیدیم. در اینجا جوانان با آب و خنک و چای از میهمانان پذیرایی می‌کردند. اهل ناصریه هستم. از آنجا تا آمرلی 600 کیلومتر فاصله است. آمدم تا از مردم اینجا حفاظت کنم. آمرلی را ترک می‌کنیم در حالی که مردمان آن همچنان عشق به اهل بیت علیهم السلام را سرلوحه خود در جنگ با تروریست‌های داعش می‌دانند. کیانوش معصوم پرست، خبرنگار اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، میدان شهدای آمرلی.